سلام دوستا، یک روز دیگر با ما اینجا آماده شده بودم چون قرار است همراه دوستم به یک جای کاملا متفاوت بریم. اندرایو گرفتم و حرکت کردم چون اول باید پشت دوستم میرفتم چون منتظر ما بود. هوا هم کاملا عالی بود و بارندگی هم شده بود. دیگه اینجا هم دوسته که ما را گرفتیم و برای ما ادامه دادیم. قسمه که کلتان میفهمین پاکستان دارای هوای مدیترانه‌ای است و بارندگی های فصلی در اینجا واقعیت زیاد است و همین دلیلی است که پاکستان یک کشور سرسبز است. بالاخره در جایی که میخواستیم رسیدیم، یک کافی شاپ به نام چایخانه در فیض چهارم. خب در این قسمت هم کتابخانه کوچک ساخته بودند تا کستومرهایی که علاقه‌مندی به کتاب خواندن دارند بتانند در بالای کافی یا چای خود از این کتاب ها هم مستفید شوند. خب برای دیکور هم از اجناس انتیک زیادی اینجا استفاده کرده بودند که واقعیت یک نمای عالی به چایخانه داده بود. و از چایخانه بالاخره برآمدیم، همراه دوستای ما رفتیم به شاپ گیتار. در پلوی گیتار لوازم دیگه هم برای موسیقی داشتم ولی گیتار زیادتر بود. دوستم علاقه‌مندی خاص به گیتار داره، همچنان ما داخل ای استور کلاس موسیقی هم اویلیبل بود. خب دیگه در اصل داخل این دکان انتیک فروشی بود. یک دکان انتیک فروشی واقعا عالی بود، ولی نمیفهم چرا تبدیل به دکان چپلی فروشی شده بود. متعجب شدیم، ولی سرپایه‌ها و چپلیاش خوب بود، کوالیتی‌هاشون هم عالی به نظر می رسید و 25% تخفیف هم داده بودن. بالاخره بعد از 45 دقیقه ما از دکانه که خورد برآمدیم، هم از غروب آفتاب و بر شام هم رفتیم KFC. در راه بازگشت هم دوباره یک دکان دیگر دیدیم از پنجابی فروشی. خب این هم یک دکان دیگه که تازه افتتاح شده بود. امشب ما رفتیم دیدن کردیم که دل دکاندارش نمانه. خب دیگه اینجا هم دیگه گفتیم که دیگه نباید به جای سر بزنیم و بریم طرف خانه چون 8:30 شب بود. دیگه ما هم قدم زده طرف خانه رفتیم و این نمای عالی بهری از طرفش واقعا دیدنی است. سابسکرایب یادتان نره و کامنت بتین که نیکست تایم در کجا ولاگ بگیرم. بای بای.